سلام و وقت بخیر. رباتی که قرار معرفی بشه ربات استارز هست که کمپانی تلگرام اونو برای پرداخت پاداش $1 میلیارد به کاربرانش طراحی کرده و وقتی کل 1 میلیارد سکه‌ای که داره استخراج بشه سودمون به تتر قابل برداشته. روی لینک بزنید و وارد بشید. در ابتدا از شما خواسته که عضو کانالشون بشید. بعد از اینکه عضو شدید این پایین بزنید که جوین شدید. بچه‌ها اگه عضو کانالشون نشید چیزی واسهتون استخراج نمیکنه. خب اینجا قسمت اول به شما تعداد سکه های استخراج شدهتون رو نشون میده. دوستان حتما سکه هاتون هر 100 تا که شد به تتر تبدیل کنید که وقتی برداشت ها آزاد شد تتراتون رو برداشت کنید. دقت کنید که استارز قابل برداشت نیست و حتما باید به تتر برداشت بشه. قسمت دوم سواب تو USDT اینجا گفته هر وقت سکه های استخراج شده شما 100 عدد بشه میتونید به تتر تبدیلشون کنید. و قسمت بعدی اومده درباره این ربات توضیح داده که ساخته شده توسط خود تلگرام هست. کل پاداشش 1 میلیارده و هر ساعت 1 توکن استارز به ارزش $1 استخراج میشه و هر ریفرالی هم که بگیرید 20 توکن به ارزش $20 واسهتون استخراج میشه. قسمت بعدی ویندر آف USDT اینجا گفته وقتی کل سکه های استخراج شده توسط همه کاربران تلگرام به 1 میلیارد برسه میتونیم پاداشمون رو به تتر برداشت کنیم که دوستان وقتی زمان برداشت برسه آموزشش رو واسهتون توی کانال میذاریم. قسمت بعدی هم که واسه دعوت دوستانتونه به شما لینک معرف داده. لینک معرفی خودتون رو کپی میکنید و میفرستید برای دوستانتون. هر کسی که با لینک ریفرال شما وارد ربات بشه 20 که به ارزش $20 پاداشتون میشه. مثلا اگه 10 نفر زیر مجموعه بگیری $200، اگه 100 نفر بگیری $2000 پاداشتون میشه. دوستان حتما هر چقدر که میتونید ربات واسه دوستانتون ارسال کنید، چون که اولا به خاطر هر معرفی $20 بهتون پاداش میده و اینکه هر کسی استارت کنه روزی $24 معادل 1,500,000 تومان روزانه سود میکنه و هر چی تعداد اعضای ربات بیشتر بشه زودتر کل 1 میلیارد سکه استخراج میشه و میتونیم پاداشمون رو از تلگرام برداشت کنیم. پس این فرصت رو از دست ندین و ربات رو برای بقیه دوستان و عزیزانتون ارسال کنید تا اونا هم از این فرصت بهره مند بشن.